کتاب الاسلام اعلام الموقعین، کتاب اسلام. اگر خواهی که دین اسلام رو فهمی کتاب اعلام الموقعین خوان مثلا. همین گونه یا مثلا کتاب ریاض الصالحین امام نووی در تمام مسجدهای دنیا کتاب ریاض الصالحین خوانده میشد. برای چی اینقدر مردم زیاد اهمیت دادن به این کتاب؟ این دلیل میده که کتاب مهم است. مثلا یا کتاب هدایه مرغلانی فقه حنفی مشهورترین، یکی از مشهورترین کتاب‌های مذهبی حنفی است. یعنی این کتاب‌هایی که علما ثنا گفتند یا خدمت کردند. خدمت یعنی کتاب صحیح بخاری 300 شرح دارد. یک شرحش فتح الباری در مدت 25 سال نوشته شده است. 25 سال این ربعی 100 سال است، 4/1 عصر است. فتح الباری در 20 مجلد حافظ ابن حجر وی نوشتن. برای وی کتاب نوشتن اول چند سال خواندن در کار؟ وی برای اون معلوماتی که در فتح الباری هست برای وی خواندن و جمع آوری کردن. ببینید برادرای عزیز، پیشین علما ما وقتی که خطیب بغدادی در 3 شبانه روز یک مرتبه ختم صحیح بخاری کردن، گوییم اونا در زمان مطبوعات نبودند. این کتاب دستنویس یه ببینید خطی شیخ الاسلام است. همین خیلی می نوشتیان که در بینش فاصله نمی موندیان، پرابل می گفت نمی موندیان و چی هم ندارد، نقطه های هم ندارد یا تا با نقطه نیست، هم نقطه نیست هم زیر و زبر هم نیست. ببینید خطه